سلام دوستان خوبم، خوش آمدید به کانال من. محمد حسین جوادی هستم، نقاش و مدرس هنر. این اولین قسمت از ویدیوی آموزشی ما هست که ما در این ویدیو میخوایم برای شما چیزهایی که مثلا شما نیاز دارین برای شروع. یک عدد پنسیل است، فرق نمیکنه که پنسیل چند می باشه، معمولا 2 بی 3 بی 4 بی تا 8 بی باشه، مشکلی نداره. دیگه یک عدد ورق شما نیاز دارین، ورق معمولی باشه هم درسته، یا ورق A4 باشه یا A3 باشه سایسته. دیگه آهسته آهسته باز در قسمت های بعدی انشالله من برای شما میگم مثلا شما برای که خوب کارتان رو اجرا کنین از چه رقم پنسیل استفاده کنین و کدام پنسیل در کدام قسمت استفاده میشه. در شروع ما از خط استفاده میکنیم. خط که است خط صاف و یا خط منحنی که شامل مثلا خط های دایره شکل یا بیضه و شکل میشه. خیلی اهمیت زیاد در طراحی داره. بدون خط کشیدن ما نمیتونیم طراحی خود درست انجام بدیم و یا شکلی که میخوایم رسم کنیم بتونیم خوب رسم کنیم. اگر شما تازه ویدیوهای ما رو میبینید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی ما را حتما ببینید. از اینکه شما بتونید خوب دست خود حرکت بدین، حالت قلم خود را حالت معمولی بگیرین. حالتی که عادت دارین از حالت معمولی یک ذره کلانتر بگیرین، آزادتر باید باشه. خب دست خود از موج حرکت نمیدیم، آزادتر میگیریم. قسمت آرنج و بازو حرکت میدیم، خطای آزاد تمرین میکنیم به هر طرف و هر جهت. شما مگه نقاشی را طراحی را از اول شروع کردین، بهتر است که از خطای آزاد شروع کنین و مرحله با مرحله پیش برین تا بتونین یک شکل را یا خط را با اعتماد به نفس کامل اجرا بکنیم. این خطا که است خیلی ظاهرا ساده معلوم میشه ولی خیلی اهمیتی با اهمیت است در طراحی. این تمرین روزانه با مدت 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه انجام بدیم به مدت چند روز. البته آهسته آهسته باز خودتون متوجه میشین که مثلا این تمرین چقدر اهمیت داره. به شکل وقفه‌ای خط آزاد را کار میکنیم. آهسته آهسته باز میریم روی خطهای منظم‌تر، مثلا این خط آزاد. خطهای منظم‌تر رو با هم کنیم. خطهای منظم شامل خطهای صاف است و خطهای منحنی. خطای منحنی مثلا دایره و بیضوی. دایره و بیضوی کار میکنیم. حالا شروع میکنیم به دایره کشیدن. پنسل خود را حالت عادی بگیریم و دایره کشیدن ادامه بدیم به حالت تکراری. هم دایره کلان هم دایره خود. این تمرین را تا چند مدتی هم روزه باید کار بکنیم تا عادت کنیم به دایره کشیدن. دایره کلان، خرد و بیضوی. دست خود خیلی آزاد حرکت بدیم. هر جهت. بله زودتر هم کار بکنیم. هم دایره خورد هم دایره کلان تمرین میکنیم. و بعد از اینکه خطای منحنی تمرین کردین خطای صاف تمرین میکنیم. خطای صاف بازم دست خود حالت عادی میگیرین، از قسمت آرنج و بازو حرکت میدین. وجودتون زیاد حرکت نمیکنه. خطای مستقیم، نه خیلی کوتاه نه خیلی دراز. اول ممکنه خطای شما مستقیم نه ولی
آهسته آهسته که تمرین میکنیم باز خوب میشه. خطای افق شکل، باز خطای مایل، از ورق خودت دور ندید، دمه حالت ثابت بگیرین، فقط حرکت خط خود را به جهات مختلف حرکت کنید. خط مایل، خط عمودی، بالا طرف پایین. این تمرین که هستم برای ترسیم اشکال کاربرد زیاد داره، هم برای سایه زدن. دیگه خطای اینی رو میگه خط افقی، خط افقی میگه خط مایل، هم خط مایل، این میشه خط عمودی، بالا طرف پایین. این تمرین هم روز انجام میدم. خب دوستا، این بود از قسمت اول آموزش ما. در ویدیوی بعدی انشالله ما برای شما چند تا شکل کار میکنم که شما چرا هم میتونین شکل رسم بکنین. منتظر ویدیو بعدی ما باشید. اگر کدام سوال یا پیشنهاد دارین در قسمت کامنت ها بنویسین. ویدیو را لایک بکنین، سابسکرایب از یادتان نره. فعلا وقت شما خوش، موفق باشید.